آقای دکتر روحانی در سال 1398 قادر بود در جلسه‌ای که رفت به نیویورک و آقای در اون سال آقای خانم مرکل و آقای عرض کنم حضورتون رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون رفتن اونجا که میخواستن قانع کرده بودن حسب گزارشاتی رسمی که وجود داره که آقای ترامپ و آقای روحانی با هم یه سلام علیک بکنن و اون تحریم‌ها رو برداره. حالا ممکنه یه جایی تو اون مجادله دو طرفه‌ای من برگشتم گفتم که مثلا نمیگذارم آیه رئیس جمهور شن، بعدش هم گفتم به اذن خدا. خب خدا اذن نداد، زور میگیری شما. والا نظرتك هلمعتني تردني يا سيدي سايلي وجيت